سلام، قرار بریم ببینیم توی 3 ساعت با اسنپ فود میشه چقدر پول در آورد. اول باکس رو ببندیم رو موتور که بریم. خب سفارش اول 53 تومنه، بریم که ببریمش. رسیدیم به مقصد، بریم تحویل بدیم. یه سری میوه و پسته و سبزی و ایناست. تحویل دادیم، بریم برای سفارش‌های بعدی. درآمدمون از این سفارش اول 53 تومن بود که سفارش بعدی الان بهمون خورد 27 تومن. بریم که بدیمش. خب این سفارش هم تحویل دادیم، شد 80 تومن. یه سفارش 87 تومنی هم بریم بدیم. خب تحویل دادیم و الان شد 167 تومن درآمدمون. یه ساختمونش هم خیلی بامزه بود، کیوان و این شکلی نوشته بود. خب سفارش بعدی 35 تومن انجام دادیم، شد 202 تومن. و سفارش بعدی هم که بهمون خورد 50 تومنه که داریم میبریم تحویل بدیم. خب درآمدش رو گرفتیم، بریم برای بعدی 22 تومنه، بریم تحویل دادیم، شد 274 تومن. سفارش بعدی اینجا دیگه بارون گرفت و تعرفه ها یه ذره بهتر شد. سفارش بعدی 36 تومنه. سفارش بعدی 29 تومن که داریم میریم تحویلش بدیم. و اینجا بهترین سفارش که توی این فاصله کم 75 تومن به خاطر شرایط بارونی بهمون داد. جمع درآمدمون شد 459 تومن که با سفارش بعدی شد حدودا 530 تومن. ولی چون 12 و 1-2 بود که سفر تموم شد، به درآمد فردامون اضافه شد در اصل. ولی 530 تومن در آوردیم توی 3 ساعت. دقیقاً از رأس ساعت 9 تا رأس ساعت 12 کار کردیم که به دلیل شرایط بارونی 530 تومن تونستیم از اسنپ فود درآمد داشته باشیم. اگر از این جور محتوا خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو بنویسید. خدا نگهدار.